اینجوری 10 دوری که پیچیدین دوباره همینو میارید از اینجا میکنین تو سوراخه. حالا ما چون نخمون کوتاه یکم کوتاه‌ترش میکنیم از اینجا. خب بچه ها موقعی که رفتوش اینجوری میکشیمش. موقعی که بکشیم این نخا جمع میشه اینجوری سفت سفت. خب حالا برای محکم کاری یه گره چشمه‌ای هم میزنیم اینجا، دستمون میذاریم این وسط اینجوری حالت ضربه در اینجا باشه. خب ضربه در بلندتر. خب بعد بلند که شد اینجوری دوباره دور همین بند چند تا چرخش میزنیم. چند تا چرخش که زدیم دوباره همین بند رو از این ور میکنیم تو و اینجوری میکشیمش. اینجوری که شد نکنید اینو. خب سفتش میکنیم و چند تا گره عادی هم همونجوری که خودمون بلدیم میزنیم. این گره دیگه به گیر هر ماهی کنه باز نمیشه یا نمیپوکه. حتما هم از نخ براید استفاده کنید چون راحت تر باش میشه بیپیچیم دور اینا. خب بچه ها اینجوری شد. یه گره عالی که دیگه اصلا به هیچ عنوان پاره نمی